شهر اردبیل زادگاه شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی نیای بزرگ دودمان صفوی است. شیخ صفی الدین اردبیلی در قرن ششم هجری قمری میزیست. او گذشته از اینکه پایه‌گذار طریقت صفویه بود، در شعر و شاعری به زبان آذری نیز تبحر داشت. شیخ صفی میل بسیاری به پارسایی و ریاضت داشت و در عنفوان جوانی به دنبال استادی شایسته میگشت و عمدتاً در اطراف کوه سبلان میرفت و ایامی را به مکاشفات فردی در آن مکان میپرداخت. او در 22 سالگی در سفری به شیراز استاد سخن شیخ عجل سعدی شیراز را ملاقات کرد و مدت 2 سال در خدمت او بود و به دنبال آن راهی گیلان شد و در آنجا شیخ تاج الدین زاهد گیلانی را به استادی خود برگزید. شیخ صفی الدین پس از مرگ شیخ زاهد سرسلسله طریقت زاهدیه شد و پیروان شیخ زاهد را برای مدتی رهبری می‌کرد. با مخالفت پسر ارشد شیخ زاهد، شیخ صفی طریقت زاهدیه را رها کرده و طریقت صفویه را بنا نهاد. شیخ صفی الدین با بنا نهادن خانقاه صفویه در اردبیل تا پایان عمرش در 85 سالگی در همین مکان باقی ماند. مقبره شاه اسماعیل صفوی از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی که حدود 200 سال پس از او سلسله صفویه را بنا نهاد در همین مکان قرار دارد. شاه اسماعیل پادشاه جوان پس از به قدرت رسیدن مذهب شیعه را مذهب رسمی اعلام نمود و از تمامی پیروان شیخ خواست مذهب شیعه را برگزینند. دین رسمی صفوی شیعه 12 امامی اعلام شد و حکام این سلسله از هیچ تندروی در این زمینه کوتاهی نکردند تا جایی که افغانهای اهل تسنن خراسان طی حملاتی گسترده سلسله و دودمان صفویه را در هم کوبیدند و پس از 2 قرن سلسله صفویه را منقرض کردند. موزه چینی خانه در مجاورت آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی در زمان شاه عباس اول بنا نهاده شد. در این موزه کلیه هدایایی که دولت چین برای احیای جاده ابریشم به دولت صفوی اهدا می‌کرد نگهداری می‌شد. متاسفانه پس از انعقاد عهدنامه ترکمانچای بیش از 800 قطعه از ظروف و بیش از 400 جلد کتاب دستنویس توسط ژنرال یاسکوویچ روسی به غارت رفت و همکنون در موزه آرمیتاژ لنینگراد به نمایش گذاشته شده است.